مردم اسرائیل زیستن به عنوان اسرائیلی را چطور تجربه می کنند؟ تجربه اسرائیلی بودن یعنی چه؟ چه صفاتی می توان به زندگی در اسرائیل داد؟ سلام، من داریوش کریمی هستم. یک استاد دانشگاه ییل آمریکا که کتب درسی تاریخ در مدارس اسرائیلی و فلسطینی را با هم مقایسه کرده میگوید بخش اعظم این کتاب‌ها نقشه‌هایی را تعلیم می‌دهند که بیشتر حاصل خواب و خیال است تا واقعیت. از نظر او هم فلسطینی‌ها و هم اسرائیلی‌ها در این نقشه‌ها خیال پردازی را جایگزین آن واقعیتی کردند که روی زمین در جریان است. این خواب و خیال البته در زندگی روزمره گاه تبدیل به کابوس می شود، به وحشت ناشی از موشک و جنگ و امکان امها. احتمالاً بخش اعظم بینندگان این برنامه با کابوس زندگی از نوع فلسطینی کم و بیش آشنا هستند. اما اون چه که کمتر مکشوف مانده تجربه زندگی به عنوان یک اسرائیلی است. این تجربه را چطور می توان تعریف کرد؟ می توان مثل هر جای دیگر صفاتی چون تلخ و شیرین یا زشت و زیبا به زندگی از نوع اسرائیلی داد. زیست روزمره یک اسرائیلی چه پرسش‌هایی در مورد فلسطینی‌ها پیش روی او می‌گذارد؟ بزرگ کردن فرزندان در اسرائیل چگونه است و به چه درجه‌ای از امیدواری و انعطاف نیاز دارد؟ در برنامه این هفته 3 شهروند اسرائیل را دعوت کرده ایم تا در این باره صحبت کنند. رانی عمرانی، بابک اسحاقی و مژگان نوعی. خیلی خوش آمدید. آقای عمرانی، ابتدا به ما بگید که شغلتون چیه؟ چطور امرار رو معاش میکنید؟ من دیجی هستم در عروسی ها. یعنی موسیقی تنظیم و تدوین و پخش میکنید؟ موسیقی برای شادی ها و پارتی ها و همچنین مدیر رادیوران اسرائیل هستم که یک رادیو ایرانی از اسرائیل است. به زبان فارسی؟ به زبان فارسی برای ایرانیان مقیم اسرائیل و سایر جهان. بسیار خوب. شما در توصیف زندگی در اسرائیل گفتید، وقتی که من پیش از برنامه از شما میپرسم گفتید زندگی در اسرائیل دلنشین و خوبه. چه چیز زندگی در اسرائیل رو برای شما دلنشین و خوب کرده؟ حالا در اسرائیل کشور آزاده، آزادی بیان در اسرائیل، آزادی بیان هست در اسرائیل و کشور بسیار آزادیه از نظر دموکراسی و برای من خیلی مهمه که در اسرائیل اولا من تنها کشوریه که من اونجا اقلیت نیستم و از یهودی ستیزی در امانم. یکی از دلایل مهمیه که من در کشور اسرائیل هستم. من در اورشلیم زندگی میکنم که اورشلیم پایتخت یک پارچه و جاودانی اسرائیل که قبل از 1600 سال قبل از وجود اسلام به دست حضرت داوود ساخته شده. شما اگه در اسرائیل هر کجای اسرائیل رو شما حفاری کنید آثار یهود است. 3500 سال یهودیان در این سرزمین سابقه تاریخی دارن. ولی وقتی زندگیتون رو مرور میکنید یا اینجوری بگم صبح که از خواب بیدار میشید که به این فکر نمیکنید که آثار زیست یهودی‌ها از 3500 سال پیش در این منطقه است. چه چیزی زندگی روزمره رو دلنشین میکنه در اسرائیل برای شما؟ همونطور گفتم برای اینکه اولا کشور آزادیه. من از آزادی بسیار زیادی در اونجا برخوردارم. هر کجا که میرم میتونم راحت زندگی کنم و زندگی بچه‌هام در اونجا میتونه آینده‌ای داشته باشه. کشور اسرائیل مردم بسیار متمدنی هستن و مخاطر من آینده بچه‌هام رو به راهه. دانشگاه‌های اسرائیل دانشگاه‌های بسیار خوبی هستن برای تحصیل آینده خودم بچه‌هام. شما از بهترین بیمارستان‌ها در اسرائیل بهترین بیمارستان‌ها در اسرائیل هست که چند تا بچه دارید؟ 2 تا فرزند. 2 تا بچه دارید. بله. به خاطر میتونم بازم اضافه کنم که اسرائیل اصلا کشور اسرائیل اهمیت بسیار زیادی برای یهودیان در تمام جهان و به خاطر همون یهودیان در اسرائیل زندگی میکنن داره. شما اگه دقت کنید با وجود اسرائیل و ارتش اسرائیل هیچ وقت دوباره فاجعه‌ای مثل هولوکاست و کشتار یهودیان نمیتونه اتفاق بیفته و از این جهت احساس امنیت میکنه. احساس امنیت میکنم. ولی این احساس امنیت چقدر با خطراتی که از طریق
موشک ها به زندگی شما وارد میشه واقعا خدشه‌دار میشه نمیشه، یعنی احساس امنیت شما در چه حده؟ میخوام اینو بپرسم. مسلما وقتی شما اخبار رو گوش میکنید یا شهرهای جنوبی اسرائیل که مورد حمله موشکی قرار میگیرن، خب مسلما براشون خیلی سخت زندگی کردن در این مناطق. همین چند وقت پیش موشک‌ها حتی تا اورشلیم هم رسیدن و میتونه اگه اینطور ادامه پیدا بکنه، چون مسلما موشک‌های زیادی به طرف نوار غزه، موشک‌های زیادی وارد نوار غزه میکنن که حتی میتونه به اورشلیم هم برسه و در آینده اگه اینطور ادامه پیدا بکنه امنیت ما هم در خطر خواهد بود. شما اگه دقت کنید چندین سال پیش 10 سال پیش قبل از اینکه اون حصار رو اون دیوار رو در اطراف کرانه باختری بذارن، هر روز که من از خونه که وارد می شدم ترس داشتم که نباید توی یک اتوبوسی خودم یا زنم یا فرزندم منفجر بشن و خدا رو شکر که این دیوار رو تونستن بذارن و دیواری که شما رو از فلسطینی ها جدا کرد، دیواری که یه قسمت‌های اسرائیلی رو از اون قسمت‌های کرانه باختری جدا کرد، به همون خاطر تروریست‌ها نمیتونن وارد شن یا مواد منفجره وارد. این دیوار زندگی شما رو امن‌تر کرده. این دیوار زندگی ما رو خیلی امن‌تر کرده و سطح امنیت زندگی ما رو بالا برده. اجازه بدید از خانم نوعی بپرسم، شما در توصیف زندگی اسرائیلی وقتی که قبل از برنامه ازتون میپرسیدم گفتید که ما اسرائیلی ها موضوع فلسطین و اصولا فلسطینی ها رو در یک جعبه گذاشتیم، درش رو بستیم و دوست داریم فراموش کنیم، اما هیچ وقت فراموش شدنی نیست. منظورتون چه هست؟ منظورم دقیقاً همین حکایت تجربه تاریخی که الان آقای ایرانی تعریف کردن. این حکایت میشه به چند نحو تعریف کرد. درسته، منم اینو قبول دارم که 2000 سال پیش ما یه قوم مستقل بودیم توی سرزمین خودمون و به زور اشغالگیری از سرزمین خارج شدیم و 2000 سال پراکنده بودیم و حالا برگشتیم به سرزمینمون. ولی مشکل اینه که از اوایل پروژه صهیونی رهبران این پروژه یه دروغی رو به خودشون اولا و به سایر دنیا سعی میکنن بگن که یک قوم بدون سرزمین برگشته به یه سرزمین خالی از قوم یا خالی از مردم. این سرزمین خالی نبوده. توی این 2000 سال تحولاتی اجرا شده که یک قوم دیگه توی همون سرزمین ریشه زده و زندگی میکنه و حالا این که ما این دروغ رو انقدر تکرار کردیم که خودمونم باور کردیم که واقعا کسی به جز یهودی‌ها توی این سرزمین زندگی نمی‌کنن. به خاطر همین برای اینکه حاضر نیستیم قبول کنیم که یه قوم دیگه توی این سرزمین ریشه زده، باید ببندیمشون توی یه جعبه و کلیدم بندازیم دور و این تمدن و دموکراسی که آقای ایرانی دربارش حرف میزنه فقط نصیب یهودیای اسرائیل و این نباید فراموش کنیم که چند میلیون فلسطینی توی این سرزمین زندگی میکنن که از این دموکراسی و تمدن هیچ لذت نمیبرن و برای من به عنوان یک یهودی این که بعد از تجربه 2000 ساله خود ما که توی این 2000 سال تمام تلاش ما به عنوان یهودی به دست آوردن حقوقمون به عنوان حقوق بشر، اساسی ترین حقوق بشر و اینکه در همون لحظه که ما استقلال خودمون رو به دست آوردیم همون حقوق بشر یک قوم دیگر رو زیر پا داریم له میکنیم، این یه چیز بسیار تأسف‌آمیزیه. این چقدر به زندگی روزمره شما رنگ میزنه؟ ابتدا بپرسم کارتون چه هست؟ من مترجمم، در دانشگاه عبری درس میدم. شما هم به من گفتید مثل آقای عمرانی که بچه دارید. بله. چند تا؟ 2 تا دختر. 2 تا. این حس شما چه رنگی به زندگیتون در اسرائیل میزنه؟ این یه تاثیر روزانه‌ای روی زندگی من میذاره. منم توی بیت المقدس زندگی میکنم، توی قسمت غربیش. هر روز که میرم دانشگاه که توی قسمت شرق اورشلیم هست، کنار دیوارها صف‌های فلسطینی رو میبینم که ارتش اسرائیل توقیف کرده، پیرمرد فلسطینی، پیرزن فلسطینی، بچه‌ها، نوزاد. این روی اعصاب آدم یه تاثیر خیلی بدی داره که این کارا به اسم منم اجرا میشن
به صورت روزانه. 2 تا دخترای من توی اورشلیم میرن یه مدرسه مشترک یهودی و عرب که مثلش فقط یکی هست اینجور مدرسه. یعنی شما 2 تا دخترتون رو در تنها مدرسه‌ای گذاشتید که هم اعراب هستن هم یهودی ها؟ بله. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه میخوام خودشون همسایه‌های عرب رو بشناسن و بچه‌های همسایه عربمون بزرگ بشن و الان بهترین دوستاشون همسنای عرب هستن و دخترای من میدونن که این نژاد پرستی روزانه‌ای که باش روبرو میشن رویشون هیچ تأثیری نداره، برای اینکه خودشون دوستای عرب دارن و متاسفانه نژاد پرستی ضد عرب توی اسرائیل یه چیز خیلی عادی شده. دختر من چند وقت پیش یک وبسایت جوک برای بچه داشت میخوند، از 50 تا جوک 40 تاشون تقریبا جوکای نژاد پرست ضد عرب بود و دختر من خودش خیلی این روش تاثیر گذاشت و یک نامه به مدیر وبسایت نوشت و واقعا تاثیر گذاشت. بعدن یعنی اعتراض کرد. بله. تاثیرش چی بود؟ تاثیرش اینه که جوکا رو پاک کردن از روی وبسایت. بسیار خوب. آقای اسحاقی، بابک اسحاقی، شما در اسرائیل چی کار میکنید؟ شغلتون چه هست؟ به جز شغل آزادی که دارم، من روزنامه‌نگار هستم. با کانال 2 تلویزیون اسرائیل کار تحقیق و ترجمه انجام میدم و در چند سازمان دوستی بین ملت‌های اسرائیل و ایران هم فعالیت میکنم. بله. شما هم مثل آقای عمرانی و خانم نوعی بچه دارید؟ بله. چند تا بچه؟ من هم 2 تا دارم. بسیار خوب. هر کدوم از مهمان‌ها 2 تا بچه دارن در اینجا. بسیار. شما با تجارب و توصیف کدام یک از مهمان‌ها از زندگی اسرائیلی بیشتر اشتراک نظر دارید؟ ما مخلوطی از این دو. ببینید، ما امروز در منطقه آشوب زده زندگی می‌کنیم که برای من امروز هیچ مهم نیستش که در حفاری‌های اورشلیم چه پنهان شده. برای من مهم نیستش که در حال حاضر تاریخ ریشه‌دار فلسطین یا اسرائیل در کجا رقم خورده. برای من امروز این 2 فرزند من مهم هستند که آینده‌ای بدور از نژاد پرستی، بدور از کینه، بدور از خشونت داشته باشند. من همانطوری که قبلا هم به شما گفتم، مهمی نیستش که ما چه انجام میدهیم برای هم دیگه، ما چه باید انجام بدهیم برای این سرزمین. 1000 روز گفتگوی صلح بهتر از یک روز جنگ و خونریزیه. اشاره میکنید که براتون مهم نیست چی در حفاری در میاد، منظورتون اینه که باید به عنوان اسرائیلی تاریخ رو فراموش کنید؟ ببینید، اون شخصی که در سال 1947 به دنیا آمده امروز 70 سالشه. این مرد 70 ساله هم نوه داره و هم بچه داره و این 3 نسل در اسرائیل زندگی کردن و جای دیگه ای نمیشناسن. شما به بچه هاتون که داری بزرگشون میکنی میگی که اون چه که در تاریخ گذشته اهمیت نداره، مهم حال حاضره، منظورتون اینه؟ بدون شک. تنها یک واژه هستش، ما باید تنفر را از خانه هامون دور کنیم. چطور این کارو میکنیم؟ همون تنفری که امروز خانم نوید گفتن که در چه میدونم در روزنامه ها، در وبلاگ ها از نژاد پرستی در ضد اعراب صحبت میشه، همون گونه هم در غزه و در رام الله در کتاب های درسیشون یهودیان را دشمن و خونخوار خطاب میکنن و ذهن بچه ها را نسبت به یهودیان دارن بسیار بسیار خراب میکنن. باید ما به قول سهراب سپهری خودمون گفت، ذهن ها را باید شست. چطور این کارو میکنید در اسرائیل؟ این کار قاعدتاً باید خیلی سخت باشه. چطور تنفر رو سعی میکنید دور کنید از محیط خونتون و بچه هاتون با تنفر بزرگ نشن؟ ببینید، اگر یک مثال خیلی ساده بزنم، اگر امروز یک اسرائیلی راهش را گم بکنه و وارد غزه بشه، تکه تکش میکنند. ولی اگر یک فلسطینی راهش را گم بکنه و وارد اسرائیل بشه، ممکن ارتش بگیره و اونا تحویل زندان بشه. نسبت تنفر را ببینید. بله. ما باید به فرزندانمون
بیاموزیم که یک عرب فلسطینی، یک عرب ساکن اسرائیل و یک اسرائیلی و یک اتیوپی که در اسرائیل زندگی کنه هیچ تفاوتی با هم ندارن. همه انسان هستیم، همه باید در این مکان زندگی بکنیم، مرزها را بگذاریم کنار. ما باید محیط زیستمون را امروز نگاه کنیم. ما تا 20 سال دیگه با مشکل بسیار قوی آب در خاورمیانه هستیم و باید بدونیم که چگونه با مشارکت همدیگه بتونیم دنیای زیباتر برای فرزندانمون درست کنیم. آقای کریمی، من خسته شدم از جنگ، من خسته شدم از خونریزی، من از ایران جنگ زده و فلاکت باری که بهش گریبون بودم به اسرائیل پناه بردم. یک زندگی راحت، یک زندگی آزادی داشته باشم، نه اینکه هر روز از خواب برخیزم و باز خون ببینم و باز جنایت ببینم. به این ترتیب صفتی که شما به زندگی در اسرائیل خواهید داد با این صحبتاتون با اون چیزی که آقای عمرانی گفتن زندگی خوب و دلنشین متفاوته، نه؟ شما چجوری توصیف میکنید زندگی در اسرائیل و به این ترتیب با این به دو حال من افتخار میکنم که در کشوری زندگی میکنم که کشور دموکراسیه. برخلاف آنچه که خانم نوعی گفتن، دموکراسی تا حد نسبی در همه جای دنیا تا حد نسبی برخوردار هستش. ما در مجلس اسرائیل نمایندگان عربی داریم که میان پشت تریبون و فریاد میزنن که ژنرال های ارتش اسرائیل خونخوارن و گرگن و این وجه کسی هم باشه کنه. خانم خانین زوابی از نمایندگان مجلس اعراب سوار کشتی مرمره میشه جایی که به سربازان اسرائیل حمله میکنه و کسی هم نه اونو دادگاهی میکنه و اونو. این نشانه دموکراسی و من افتخار میکنم در کشور دموکراسی. ولی در کنار این کشور دموکراسی من آرزو میکنم که یک یهودی بخواد که خونه‌شو به یک عرب اجاره بده. اگر یک دختر یهودی حتی خواست با یک فلسطینی حتی ازدواج بکنه، اجازه رو بهش بدن. بتونیم در یک کلاس با همدیگه بشینیم و با همدیگه درس بخونیم و افکار مذهبیمون رو در خانه هامون بذاریم. بسیار خوب. به این ترتیب شما دوست دارید بین اعراب و یهودی ها در این سرزمین آمیزش بیشتر و نزدیکی بیشتری باشه. ولی الان در حال حاضر چقدر تماس دارید؟ یک پرسش فوق العاده مهم در مورد زندگی اسرائیلی، زندگی اسرائیلی ها به طور کلی، ولی به طور اخص زندگی فرد شما اینه که چقدر تماس دارید. آیا اونجوری که خانم نوعی میگه شما فلسطینی ها اعراب رو در یک جعبه گذاشتید، درشو بستید و میخواهید فراموش کنید، یا نه چنین نیست؟ اولا تا اونجا که من صحبتشون رو شنیدم، من فکر کنم ایشون اورشلیمی که ایشون زندگی میکنن به اورشلیمی که من زندگی میکنم در دو جهان مختلف هستن. من اصلا اون چیزی که ایشون میگن نمیبینم در اورشلیم. اون صفهای پیرمردا، اون نوزادهایی که من اون چیزا در اورشلیم نمیبینم. ایشون در قسمت غربی اورشلیم هستن، من اتفاقا قسمت شرقی اورشلیم زندگی میکنم که نزدیک به که در کنار اعراب هستم. من کوچه بالای خونم اعراب هستن، تو خود محله خودم خانه‌ای هستن که در اعراب هستن و زندگی میکنن. من تمام ماشین هام رو در کوچه بغلی، کوچه بالایی که تمام تعمیرگاه‌های اعراب هست درست میکنم. اتفاقا برخورد روزانه با اعراب دارم. اتفاقا خود اعرابی که ساکن اسرائیل هستن نمیخوان زیر سلطه فلسطینی باشن و ترجیح میدن زیر سلطه اسرائیلی باشن، چون از مزایای برتری استفاده میکنن. این چی هست این مزایا؟ مثلا حقوقی که بیتوخ لهمی میگن، چیزی که مثلا بیمه ملی که بهشون داده میشه، یا مثلا از نظر پزشکی که بیمه پزشکی که برخوردارن و از اینکه بچه‌هاشون میتونن در دانشگاه‌های اسرائیل تحصیل کنن. شما اگه در دانشگاه اورشلیم، نمیدونم ایشون اونجا هستن، در دانشگاه اورشلیم شما وارد بشید 70% فلسطینی هستن. واقعا در بیمارستان‌ها اگه شما وارد بیمارستان‌های اسرائیل بشید بیشتر از 60% دکترها فلسطینی هستن و همچنین اشخاصی که اونجا کار میکنن فلسطینی هستن. و شما وقتی در بیمارستان اسرائیل وارد، هر بیمارستان، چه حدثا باشه چه بیمارستان‌های اطراف تل آویو باشه، هر بیمارستان اسرائیلی شما وارد میشید، عرب‌ها در کنار اسرائیلی‌ها همون درمان رو میگیرن. هیچ تبعیض نژادی وجود نداره در اسرائیل. این بهشتی که آقای عمرانی تعریفشو میکنه، اگه واقعا زندگی فلسطینی‌ها اینقدر عالی بود در اسرائیل، 2 تا انتفاضا برپا نمی‌کردن و این همه سالم مبارزه نمی‌کردن که استقلال خود را به دست آورن.
اون چیزی که ربط بسیار زیادی داره، برای اینکه توی اورشلیم که شما حرفشو میزنین 300,000 تا فلسطینی زندگی میکنن توی همون شرق اورشلیم که شما توی یکی از شهرک‌های غیرقانونی اونجا توش زندگی میکنین. از نظر قانون بین‌المللی تمام شهرک‌های اسرائیلی توی مناطق اشغالگیری غیر قانونی هستن، پس شما توی یه شهرک غیر قانونی دارین زندگی میکنین روی زمین‌های اشغالگیری فلسطینی. و حالا این که اسرائیل اشغال کرده تمام این مناطق و اجازه میده که مردمش از بیمارستاناش استفاده کنن، چیزی نیست که باید زیاد ازش تشکر کرد یا تعریفشو کرد. خب مردم مریض میشن کجا باید برن؟ بیمارستانای اشغالگیر ازش استفاده میکنن، این درسته. ولی ببخشید یه دقیقه، وقتی شما پرچم اسرائیل رو قبول ندارید شما دموکراسی که به اونا میخواین بدین اینه که قبول کنن که زیر پرچم یهودی در کشوری که خودشو قطعا و تنها کشور یهودی‌ها میبینه. مسلمان بودم و هیچ اشکالی برای من نداشت. اجازه بدید خیلی مهم این نکته رو بگم. خواهش میکنم از شما. ایشون 2 دفعه گفتن اسرائیل سرزمین رو اشغال کرده. اسرائیل، من اینو باید بگم، برخلاف تمام اون گزارش‌هایی که در رسانه‌های گروه اروپایی میشه، برخلاف اون که در ایران گفته میشه، اسرائیل هیچ زمینی رو اشغال نکرده. اسرائیل غاصب نبوده. غاصب و اشغالگر کشوریه که کشور دیگه حمله بکنه و یک زمین‌هایی رو بگیره، مثلا مثل صدام حسین که به کویت حمله کرد، اینو باید بهتون میگم، و یه سری زمین‌ها رو گرفت. این میشه اشغالگر. اسرائیل هیچ زمین رو به کسی حمله نکرد. شما که دقت کنید در سال 1900 آقای عمرانی، ما اگر اجازه بدید وارد بحث‌های تاریخی و مسائلی که در برنامه‌های دیگه راجع به صلح خاورمیانه و اینکه چجوری این مناقشه شروع شد وارد این بحثا نشیم. فقط یک جمله. این زمین ها رو اسرائیل وقتی بهش حمله شد 2 دفعه، وقتی که اعراب قبول نکردن قطعنامه سازمان ملل رو که 1948 قطعنامه قانونی سازمان ملل قبول کنن، عربا 2 دفعه به اسرائیل 3 دفعه حمله کردن. بعد اسرائیل این زمین ها رو گرفت، این زمین ها رو گرفت برای که وقتی این زمین رو پس بده اینا باشو صلح کنن. اسرائیل رفتن. وقتی ما با هم بدین صورت به توافق نمیرسیم، چگونه میخوایم با فلسطینی ها به توافق برسیم؟ از همه مهمتر باز میگردم به همون جمله اولم، ما باید در ابتدا با هم به توافق برسیم، ما اسرائیلی ها، راست ما و چپ ما و مرکز ما. بالاخص من ایرانی که از ایران اومدم و بسیار هم به سرزمین مادری و زادگاه خودم علاقه‌مند هستم، یک درد بزرگی که از ایران آوردم احساس درد شهروندی 2 بود. چند ساله بودید از ایران اومدید؟ من 20 ساله بودم. 20 ساله بودید. بسیار خوب. من یک پسر 20 ساله‌ای بودم که بدون شک آنتیسمیتیسم را با وجود خودم احساس کردم. بله، یهودی ستیزی را احساس کردم. شهروند درجه 2 بودن را میدونم یعنی چی. میدونم که چرا یک یهودی نمیتونست در ایران نخست وزیر بشه، چرا یک یهودی نمیتونست یک ارتشدار بزرگ بشه، چرا نمیتونست یک رئیس جمهور بشه. اینها نشان دهنده درجه 2 بود. حالا نمیگذاریم به یهودی ستیزی های خیلی خیلی شدید که آب دست یهودیان می‌خوردن، آب دست من نخورن، حالا به اینجاها نمیپردازیم، ولی نتیجه شهروند درجه 2 بودن را دیدم و باور بفرمایید که من به اسرائیل نیومدم که با فلسطینی ها به صورت شهروند درجه 2 مملکتم رفتار بکنم. آیا اون چیزی که الان اتفاق داره میفته، خانم نوعی میگن که چندین هزار سال یهودی ها شهروند درجه 2 بودن و الان دارن با اعراب به شکل شهروند درجه 2 رفتار میکنن. این چیزی است که به نظر شما داره اتفاق میفته در زندگی روزمره‌تون؟ این رو دارید میبینید یا نه؟ چیزی نیست. باید تفکیک بکنیم این مسئله رو. ببینید گرامی، در اسرائیل حدود 200-250 هزار تا یهودی های مذهبی رادیکال وجود دارن، مثل همه جای دنیا، که افکارشون بسیار افکار رادیکالانه‌ای هستش و تندگرانه‌ای هستش که در آبادی نشینی های
دوروبر غزه و کرانه باختری زندگی میکنن، اونها دیدگاهشون دیدگاه تمام اسرائیل نیستش. خیلی جالب، من خودم در تلویزیون کار میکنم، خیلی زیباتر وقتی ببینیم که بله به هم دیگه سنگ پرت میکنن یا نمیدونم اینها درختای زیتون اونها را آتیش میزنن، ولی من بر این باورم که تمامی اسرائیل بر این باور نیستن، که ما باید فلسطینی ها را به قول خانم نوی گرامی در یک جعبه بذاریم و قفلشون کنیم. شما چقدر با فلسطینی ها در تماس هستید؟ آقای عمرانی میگن با فلسطینی‌ها در تماس هستن، ماشین هاشون رو بگفت چند تا ماشین دارید؟ دو تا. یه ماشین کار، یه ماشین ماشین هاشون رو میدن به فلسطینی‌ها تعمیر کنن، خیابون بالایی اعراب زندگی میکنن و باشون در تماس مستقیم، بنابراین میفهمن که اعراب فلسطینی کیا هستن، زندگیشون دور و غیر آشنا نیست. خانم نوعی چنین چیزی رو قبول ندارن. شما چقدر با فلسطینی‌ها برابر در تماس هستید؟ به چه شکل؟ من خونه هاشون میرم، من در کنارشون میشینم و باور کنید که هیچگاه با هیچ کدومشون نه من وارد بحث مذهبی شدم و نه وارد بحث سیاسی شدم. اوکی، من اینها را میفهمن، اینها نمیخوان که سرود ملی یهود را بخونن و حقشون هم هست که نخونن. زیرا یه سرود ملی نسازیم که اونان بتونن بخونن. زیرا در سرود ملی یهود جایی اومده که بله ما یهودی ها بعد از 2500 سال آمدیم برای که اسرائیل و یهودی ها رو بسازیم. اوکی، مشکل نمیتونیم یه سرود ملی بسازیم که تمام شهروندان اسرائیل بتونن بخونن. کشور یهودیشون رو باید قبول کنید. چیزی که باید قبول کنیم، هزاران کشور مسلمان داریم، هزاران کشور مسیحی داریم، یک دونه کشور یهودی داریم. درست، من همینو میگم که اینو شما نمیخواین قبول کنین که توی این یک کشور که شما یهودی اسمشو میذارین یک قوم دیگه، یک ملت دیگه هم هست و این خونه اونا هم هستن. نه ببینید شما بهترین حقوق هم دارن که اونا قبول نمیکنن که این کشور یهودی چیز دیگه است، میتونن قبول نکنن. کردها هم قبول نمیکنن که اونا ترکن، چه ربطی داره؟ ولی این کشور یهودی قبول نمیکنن. ولی این کشور یهودی است. اینکه ایشون میگن که ما فلسطینی‌ها رو در یک جعبه گذاشتیم، هیچ کسی زیاد در جعبه نداشته. مشکل خود فلسطینی‌هاست، چون فلسطینی‌ها هنوز آماده صلح نیستن. شما هنوز اسرائیل نمیدونه باید صلح با ابو مازن بکنه یا با اسماعیل هانیه، هنوز آماده نیستن. هنوز در مدارس فلسطین تشویق خشونت بر علیه اسرائیل میکنن. شما هنوز در خیابان‌های فلسطین میبینید یک بچه رو لباس یک تروریست انتحاری پوشوندن، داره یک اتوبوس مقوای اسرائیل آتش میزنه. چطور می‌خواد هر روز همین هفته مردم هجوم آوردن به زنای فلسطینی که تو خیابون داشتن راه میرفتن و به شدت کتکشون زدن فقط به خاطر اینکه زن عرب داره تو خیابون راه میره. یک موردی قصه اگه میدونید چند هزار مورد من میتونم نشون بدم که ماشین‌های آقای عمرانی و خانم اجازه بدید از آقای اسحاقی همین بحث رابطه و تعامل بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها و اینکه چقدر در زندگی روزمره یک اسرائیلی تماس و تعامل هست با عرب رو از آقای اسحاقی بپرسم. شما با صحبت آقای عمرانی موافق هستید که اون دیواری که مردم اسرائیل رو از بخشی از اعراب جدا کرد اون باعث امنیت و آرامش شده؟ در اینکه ایشون میگن با اعراب در تماس هستن در داخل اسرائیل، ولی معتقد هستن از زمانی که اون دیوار کشیده شد صلح و آرامش به زندگی ایشون برگشته. آیا موافق چنین چیزی هستید که زندگی روزمره یک اسرائیلی در اثر اون دیوار که جدا نگه داشته آسایش بیشتری به خودش دیده؟ بستگی داره که این دیوار رو ما چگونه خطاب بکنیم. اگر اون دیوار رو بیایم به صورت دیوار برلین خطاب بکنیم که یک دو ملت در زندگی روزمره شما چه دیواریه اون به چه شکل تاثیرگذار بوده؟ بدون شک با اینکه میدونم ایشون مخالفت خواهند کرد این دیوار امنیتی خواهد بود. من به عنوان یک شهروند اسرائیلی که بر این باورم که بسیار اکثریت جامعه اسرائیل با من هم باور هستند، این دیوار را ما به راحتی، اینها فقط بتون و سنگ، میتونیم با چکش مهر روز اینها را خراب بکنیم. اگر ما بتونیم در کنار هم دیگه با هم به مسالمت آمیز زندگی بکنیم، ما به دیواری شدیم. این دیوار بنا شد برای اینکه از طرف بیت لحم
شلیک نکنن به طرف گیلو. این دیوار شلیک ربط به دیوار نداره، مگه نمیشه از بالای دیوار برای چی پس به نظر شما این کشیدن؟ این دیوار و اینم توی دادگاه بین‌المللی ثابت شد که این دیوار یکی طریق دیگر بود در اینکه زمینای فلسطینی رو از دستشون بیارن بیرون. این دیوار تنها معناش این بود که اون خطی رو که اسرائیل توی خیالاتش مرزای خود میبینه به یه صورت دیگه روی زمین تاثیر کنه. در مورد نیت اونها که این دیوار رو کشیدن یا طرحش دادن ما نمیتونیم اینجا صحبت کنیم، واقعا بحث جداییه. اما ما داریم راجع به تاثیر اون دیوار رو زندگی اسرائیلی ها صحبت میکنیم و نظرسنجی ها نشون داده که اکثریت اسرائیلی ها میگن از زمانی که این دیوار کشیده شد آسایش بیشتری و صلح بیشتری به خودشون دیدن، زندگی روزمرهشون زندگی آرومتری بوده. به این ترتیب تأثیر واقعیش چنین بوده دیگه، نه؟ تأثیرش من فکر میکنم که بیشتر روانی بود تا امنی، به خاطر اینکه خود پلای بالای ارتش اسرائیل اعتراف میکنن که امنی که ما امروز ازش لذت میبریم بیشترش تاثیر فعالیت‌های خود فلسطینیا توی مناطق اشغالیه، یعنی خود تشکیلات فلسطینی هست که کنترل میکنن. این چیزاییه که افسرهای ارتش اسرائیل صدها بار تعریف کردن. مژگان گرامی، من به شما قول میدم همان گونه که تونست صحرای سینا را خالی بکنه، همانطوری که تونست غزه را خالی بکنه از شهروندانش و بسیار مشکلتر از یک کندن یک دیوار بین اینها هستش، در یک صلح کامل جامع بدون تنفر من به شما قول خواهم داد که من یکی از اونها خواهم بود که خودم را به این دیوار خواهم بست تا این دیوار را نابود کنم و مرزهای معین و مشخصی که بین کشور اسرائیل و کشور فلسطین، من دارم میگم دو کشور در کنار یکدیگر باشن، باور کنید که میتونیم به جای مرزهای دیوار مرزهای مهر بسازیم. ولی بابا حتی منم موافقم اگر از آقای اسحاقی بپرسم امنیت اسرائیل تامین باشه، منم موافقم که این دیوار رو بردارن، ولی باید اول امنیت اسرائیل تامین باشه. اجازه بدید ببینم از آقای اسحاقی بپرسم، ببینم به نظر نمیاد یه مقدار صحبتاتون خیلی ایدئالیستیه، به جای این دیوار میتونیم مهر بسازیم. اون چه که واقعیت روزمره زندگی شما به شما میگه برخلاف اون چیزی است که واقعا دارید میگید. تا امروز من اینجا نشستم و آرزوی صلح میکنم و یک فلسطینی هم امروز در رام الله نشسته و آرزوی صلح میکنه و آرزو میکنه که در کنار من بتونه زندگی بکنه. ولی شما میدونید چقدر فرق بین شما و اون فلسطینی که تو رام الله نشسته هست؟ منظورتون کاخهای بزرگی که در رام الله نشسته؟ واقعیت متوازنی نیست. یعنی شما من باور دارم که شما واقعا امید صلح دارین و موافقم هستم که توی رام الله یکی نشسته که اونم امید صلح داره، ولی وضع شما و من با وضع اون فلسطینی که تحت اشغالگیری تو رام الله زندگیشو میکنه فرقی بین زمین و آسمونه. باید واقع‌گرا باشی ماجرا. اگر واقع‌گرا نباشی به هیچ جا نمیرسی. با ایدئالیست، با آرمان سیونیسم یا آرمان چپ سوسیالیست ما امروز نمیتونیم صلح بکنیم. ما نمیتونیم بیاریم دستور عمل سیونیسم یا دستور عمل فلسطینی ها رو بذاریم وسط و بگیم که میدونید چیه، ما باید اول بریم فلسطینی ها را به همه جا برسونیم بعد بیایم بشینیم صلح بکنیم. آقای اسحاقی کسی که وضعیت کنونی در اون منطقه رو میبینه احتمالاً به این نتیجه میرسه و صحبت‌های شما رو میشنوه به این نتیجه میرسه که شما ایدئالیست هستید که بد نیست، اما این ایدئالیسم شما چجوری در زندگی روزمره‌تون باید تبدیل به واقعیت بشه؟ شما به من بگید در زندگی روزمره چیکار میکنید که این ایدئالیسمتون تبدیل به واقعیت بشه؟ اول همه تنفر را دور میریزیم. بیشتر از همه مهمتر تنفر. این باز خیلی کلیه. من چی کار میکنید؟ مثلا ایشون بچه‌ش فرستاده به یک مدرسه‌ای که عرب و اسرائیل، من حاضر بشم که چه میدونم خونه‌مو به یک عرب
اسرائیلی اجاره بدم. من یک بیزنس وقتی میخوام با یک عرب فلسطینی کنم با شک و تردید نگاه نکنم. همونطور که گفتم اگر یک اسرائیلی اشتباهی وارد کلکیلیا شد، وارد غزه شد، اونها با خنجر نیفتن جون اینا تیکه تیکش بکنن. لباس ارتش اسرائیل لباس یک گرگی ندونن. بیاین دیده ها رو یک کمی عوض کنیم. این ایدئالیسم نیست. این زندگی روزمره ما تو تا موقعی که ارتش اسرائیل اشغالگیر زمینشون هستن واقعا برای اونا این گرگ هست. ولی اشغالگیر زمین وقتی غزه رو پس داد اسرائیل، بله اجازه بدید آیه نشون میدادن که ما نیز آماده هنوز تحت محاصره کامل خانم نوعی اجازه بدید ببین آقای عمرانی. ببخشید اولا این خیلی خوبه که ایشون اینجور واقع بین هستن و ایشون هم واقعیت‌ها رو هر جوری که میخوان میبینن. مسئله اینجاست که سرزمان اشغالی که ایشون میگن فقط سرزمان بعد از 1967 نیستن. برای فلسطینیا تمام اسرائیل سرزمین اشغالی حساب میشه. خب اما برگردیم به زندگی روزمره اسرائیلی. شما گفتید افتخار میکنید که بچه‌تون رو به سربازی بفرستید. بله. خانم نوعی که بعداً ازشون همین سوال رو خواهم پرسید کاملا متفاوت فکر میکنه. میگه که من به 2 دخترم گفتم حتی اگر زندان میرن از رفتن به سربازی بپرهیزن. چرا شما افتخار میکنید که بچه‌هاتون سربازی بکنن و این سربازی معنی این است که ممکنه به غزه برن شلیک کنن به سمت فرزندان عرب؟ چون من وقتی من یک سرباز اسرائیلی میبینم یا ارتش اسرائیلی میبینم از روی رسانه‌های گروهی اروپایی نگاه نمی‌کنم، از روی رسانه‌های گروهی ایرانی نگاه نمی‌کنم. من خودم میبینم سربازا رو و خودم ارتش اسرائیل دیدم و دیدم که ارتش اسرائیل یکی از بهترین ارتش‌هاست که از نظر نمیگم که نشده که سرباز اسرائیلی اشتباهی بکنه، امکان داره که سرباز اسرائیلی اشتباه کردن، ولی همه ارتش‌های جهان بعضی موقع سربازشون اشتباه می‌کنن. خودتون سربازی کردید در اسرائیل؟ من نتونستم سربازی کنم. نه. بله بسیار خوب. ولی معتقدید که سربازی در اسرائیل مایه افتخاره؟ مایه افتخاره به خاطر گفتم امکان داره که یک سربازی اشتباه میکنه. همینطور سربازای آمریکایی در عراق اشتباهات زیادی کردن ولی دلیل نمیشه که ارتش سربازای آمریکایی در نمیشه که یک سربازی اشتباهی بکنه تمام ارتش درست نیستن. ولی توجه کنید که سربازهای اسرائیلی اگر اشتباهی کردن همه محاکمه شدن. بله. همه به سخت‌ترین محاکمه شدن. 1% هم خیلی موقع محاکمه شدن و همیشه هم بهشون گفتن باید تمام قوانین رو رعایت کنن. شما خانم نوعی چرا به دخترتون میگید که به 2 دخترتون میگید قطعا نباید برن سربازی حتی اگر زندان انداخته شدن؟ برای اینکه در اسرائیل ارتشه که امنیت خود شما رو تامین میکنه، مگر خیر از اینه؟ ببینید من پاسیفیست نیستم. بچهای شما به این دلیل بزرگ میشن در اونجا و به مدارس مختلف عرب میرن که ارتش اسرائیل اونجاست. ارتش چیز خیلی بسیار مهمیه. من پاسیفیست نیستم که بگم که اصلا بدون ارتش باید تمام باید سلاح کرد و از این حرفا. ولی مسئله اینه که توی واقعیت امروزی اسرائیل ارتش فقط تمام کارش اینه که به زور اسلحه مزایای بیشتر یهودی‌ها رو نگه داره با خشونت بسیار زیاد و غیر قانونی نسبت به مردم فلسطینی. من خودم تقریبا هر هفته توی تظاهرات فلسطینی‌ها شرکت میکنم. تقریبا هر هفته من خودم میبینم سربازای ارتش اسرائیلی چه جوری روبرو میشن با سنگ. اولا سنگ میتونه آدم بکشه. شما یک صخره اینجوری سرباز میذارن بعد چیکار کنن؟ اگه یه سرباز انگلیسی ما بندازیم چیکار؟ همین الان من برم پایین تو لندن یه سنگ بندازم رو سرباز انگلیسی ببین چیکارم میکنه. شما شرکت کردین توی یکی از این تظاهرات، میدونین اونجا واقعا چی میشه. شما معلوماتتون رو فقط از روزنامه‌های اسرائیلی میگیرین که اونا هم که خب چیزشون معلومه. من خودم اونجا تقریبا هر هفته هستم و هر هفته میبینم این چیزیه که خودم در اورشلیم هستم میبینم این تظاهرات. وقتی که سربازای اسرائیلی و این یک چیز بسیار من دفعه اول واقعا شوکه شده بودم که یک سرباز که لباس سرباز کشور خودم رو پوشیده
روبروی من اسلحه‌شو برمی‌داره بدون اینکه هیچ کاری مردم تظاهر بکنن. درست مثل فیلم درست مثل فیلم پنج دوربین شکستهشون صحبت می‌کنه. نشون میده طرف فلسطینی وایسادی دفعه تصاویر شما بله اون وسطش چی شده؟ اون سنگی پرت نکردن. اجازه بدید حمله نکردن. آقای اسحاقی شما گفتید که در اسرائیل وقتی یک جوان میره خواستگاری اگر بگه سربازی کرده راحت‌تر بهش دختر میدن و دخترها که نمیرن خواستگاری پسرها میرن. نه دو تا دختر دارن. نشانه ای از این است که جامعه اسرائیل هم مثل جامعه ایران سنتیه، راحت‌تر بهش دختر میدن برای اینکه سربازی افتخاره. و گفتید به این دلیله که جوانی که میگه من سربازی رفتم نشون میده که تعهد خودش رو نسبت به کشورش انجام داده. ولی آیا در ذهن اونهایی که میگن ما دختر به شمایی که سربازی رفته میدیم پیش میاد که پرسش بشه که خب در سربازی پیش اومده آدم بکشی، به سمت کسی شلیک کنی، چین سوالهایی طرح میشه یا نه اینها واقعا مسائل خانواده ها نیست؟ اول یک جمله در پاسخ این دو دوست ملتهب خودم بدم. ارتش اصولا در همه جای دنیا، در همه جای دنیای دموکراسی وابسته به دولته. اون ارتش دستورات خودش را از دولت میگیره. اگر ما مشکلی داریم نباید اون را ما به ارتش بقبولونیم و اون را باید از دولت مردان بپرسیم که چه دستوری دادن، چگونه باید مقابله کنید. تظاهرات چپگریان برخلاف ایشون من بودم دیدم، باید ببینیم آیا این تظاهرات قانونیه، یعنی تظاهراتی که شما از دولت این اجازه رو گرفتین که این تظاهرات رو انجام بدین یا نه. چه قانونی؟ توی مناطق اشغالی که اصلا قانون اسرائیلی یک سوال داریم. آیا یک سوال کردم آیا ارتش قانون تو یک سوال کردم آیا این تظاهرات قانونیه یا نه؟ قانون کی قانون دولت اسرائیل. شما در مقابل ارتش اسرائیل میستید، به سنگ پرانی میپردازین، بددهنی میکنین، کودکان را میفرستین جلو. آیا این قانونه یا نه؟ ولی قانون دولت اسرائیل فقط توی خود کشور. یعنی شما میتونید در کنار مرز بایستید و سنگ پرت کنید به طرف داخل مرز. مشکل درست همینه که توی مناطق اشغالی هیچ قانون وجود نداره. میشه سنگ پرت کرد روی سرباز اسرائیلی، یه صخره پرت کرد. اولا این که من یه سوال میکنم، اگه من الان برم پایین یه دونه سنگ بردارم بزنم تو سرباز انگلیسی چیکارم میکنه؟ آیا منو نمیگیرن؟ اگه سنگ اگه من سنگ گنده پرت کنم بهم شلیک نمیشه؟ سنگ مثل چاقو میمونه، سنگ مثل تفنگ. سوال پرسیده اجازه بدید جواب بدن. بله شما فقط آمار کشتگیری توی این تظاهرات رو ببینین، چقدر فلسطینیا و مردم دیگه که شرکت میکنن ناقص شدن. بله آقای عمرانی، چشم از دست دادن، مردن. تعداد تلفات کار به اعضای حماس، نمیدونم اونهایی که نیروهای نظامی هستن نداریم. آیا تعداد تلفات غیر نظامیان در جایی مثل غزه، به خصوص بچه هایی که در اون حمله به غزه تلف شدن، این شما را آزار نمیده؟ من در این دفعه از یه سرباز پرسیدم، به من گفت میدونی اگه من مقابل یک ارتش باشم و یک دیویز یا ارتش گردان بیاد جلوی من باش جنگ کنم، خیلی برای من ساده تر و راحت تره. بله البته ساده تره، درسته، ولی خیلی راحت تره تا اینکه یک پسر 18 ساله یک صخره رو برمی‌داره میزنه تو کله من. بذارید از آقای اسحاقی پرسم. ارتش اسرائیل از گلوله‌های پلاستیک استفاده میشه و این اواخر گلوله‌های پنبه‌ای آوردن، چون گلوله‌های پلاستیکی بعضی موقع میکشه، درسته؟ برای خاطر الان گلوله‌های پنبه‌ای آوردن. ببینید جنگ نخود کشیمیش پخش نمیکنن. در جنگ وقتی میان با صخره اینا باش جنگ میکنن اون سلمان کسی تلفات خواهد. آیا وقتی در اخبار گفته میشه این تعداد غیر نظامی عرب، البته غیر نظامیان اسرائیلی هم کشته میشن ولی تعدادش کاملا نامتناسبه دیگه، وقتی گفته میشه این تعداد مثلا بچه فلسطینی در این یا اونجا کشته شدن، به طور اخص غزه چند سال پیش، این بر زندگی روزمره شما تاثیرگذار نیست؟ هر کسی که بگه نه واقعا انسان نیستش. هر کودکی چه در
غزه، چه در اسرائیل، چه در افغانستان، چه در عراق کشته بشه، البته که هر دلی به درد میاد. در این مورد اصلا شکی نیستش. ما هممون فکر کنم یا بستگانی یا خودمون کسایی هستن که در ارتش اسرائیل خدمت میکنن. در اینکه دلی به درد میاد شکی نیست. میخوام ببینم آیا شما برمیگردم به مقدمه برنامه تجربه زیست به عنوان یک اسرائیلی رو همراه با سوالهای مداوم از خودتون دارید که چی کار باید کرد، من اینجا چی کار میکنم، دیگران اینجا چی هستن، چرا دشمن هستن؟ آیا این بر زندگی شما سایه میندازه یا اینکه واقعا فکر میکنید اگر بیش از حد این سوالها رو از خودتون بپرسید دیگه نمیتونید زندگی کنید؟ بدون شک به بیماری روانی دچار خواهیم شد، زیرا همونطور که گفتم مثل یک دیگه زودپز شدیم که نمیدونم ایشون چگونه میاندیشن، ولی وقتی که من روزنامه رو باز میکنم، خودم، خانمم، همسرم و دیگران، وقتی که میبینیم که یک کودک فلسطینی حالا با تیر اشتباه سرباز اسرائیلی یا هر گونه کشته شده، دل‌آزرده ایم، اعصابمون خرابه. اسرائیلی‌ها اینطور فکر میکنن؟ من برای این باورم. شما فکر میکنید نه شما فکر میکنید که یک خیلی دلم میخواد اینا بدونم، خوبه که به دنیا بگیم، شما فکر میکنید که سرباز اسرائیل به قصد یک بچه 6 ساله اسرائیلی را هدف میگیره میکشه؟ واقعا اینقدر ما وحشی هستیم؟ ببینین به دو به اجازهتون جواب میدم. اولا اینکه وقتی هواپیمای اسرائیلی یه بمب به وزن 1 تن روی یک خونه توی غزه میندازه، 100% میدونه که توی این خونه چند تا بچه هم هستن بیگناه که اونم رفتن. نمیخوام بگم که ارتش اسرائیل قصدن بیگناهانو میکشه، من اینو اصلا نمیخوام بگم، ولی میخوام بگم که وضعیت طوری شده که زندگی فلسطینی به چشم اسرائیلی‌ها چیزی خیلی خیلی بی‌ارزش شده، نه فقط تو غزه. اجازه بدین درسته، ولی این گزارش‌ها رو نمیشه رد کرد. این گزارش‌ها که حاکی از این است که ارتش اسرائیل چند دقیقه قبل از حمله هوایی به منطقه‌ای به خونه‌ای زنگ میزنه و میگه خالی کنید، به شهروندها میگه، به غیر نظامی، این نشون از اون نیست که برای ارتش اسرائیل زندگی شهروندان غیر نظامیان فلسطینی با ارزش بالاخره، ولی اگه آخرش با هواپیما حمله میکنن و یه بمب 1 تنی روی یه ساختمون میندازن، معناش اینه که زندگی ها خیلی، ولی اجازه بدین اگه حتی از مسئله ارتش هم یه دقیقه بگذاریم کنار، 1 سال یا 2 سال پیش توی نزدیکای رمالا یک اتوبوس غیر نظامی بچهای فلسطینی چپ شد و 20 چند تا بچه فلسطینی تصادف هیچ ربطی هم به اسرائیل نبود، 22 تا بچه، فکر کنم 20 چند تا بچه فلسطینی نابود شدن. بله. شما باید بود کامنت های مردم اسرائیلی عادی رو توی وبسایت هایی که این خبر رو آدم مو رو بدنش واقعا سیخ میشه، برای اینکه این بچهای بدبخت که مردن و هیچ گناهی هم تو زندگیشون نکردن، بیشتر شاید 90% از کامنت هایی که اسرائیلیای عادی نوشتن شادی و وقتی یک اتوبوس منفجر میشد در اورشلیم، وقتی یک اتوبوس در اورشلیم منفجر میشد و نوزادها کشته میشدن و فی زنهای غیر نظامی، زنها و بچهای غیر نظامی کشته میشدن، فلسطینی‌ها کامنت نمی‌نوشتن، میرفتن تو خیابون‌ها و آجیل شادی میدادن. ایشون را متهم کنه، ایشون را عرف فلسطین رو متهم کنه و باور کنید به هیچ کجایی نخواهیم رسید مگر اینکه همچون ما فلسطینیا و اسرائیل بشینن و با هم سخن بگن، دردهاشون را روی میز بذارن. خیلی کوتاه از هر کدوم از شما میخوام بپرسم که به خیلی کوتاه در یک جمله، چه تعداد، چه درصدی از مردم اسرائیل فکر میکنید مثل شما فکر میکنن آقای اسحاقی که خواه ناخواه دیر یا زود و دو طرفی که زندگی روزمرهشون به قول خود شما ملتهبه، بیان و با هم دیگه صحبت کنن و مشکل رو فکر میکنید چند درصد از مردم اسرائیل اینجوری فکر میکنن؟ من بر این باورم که بیش از 70-80% مردم اسرائیل خواهان مذاکرات صلح هستن. فقط اجازه فقط یک کلمه بگم.
آرمانگرایی در اسرائیل بسیار بسیار کمرنگ شده. مردم به دنبال رفاه اجتماعی هستند و زندگی زیبا. چند درصد از مردم اسرائیل فکر میکنید مثل شما فکر میکنن آقای عمرانی، یعنی زندگی در اسرائیل رو خوب و دلنشین توصیف میکنن و فکر میکنن باید ایستاد، رفت سربازی، تظاهرات فلسطینی ها رو اگر سنگ پرتاب میشه باش مقابله کرد؟ فکر میکنید شما در اکثریت هستید در اسرائیل؟ شما اگه نگاه کنید و ببینید انتخابات چندین سال اخیر اسرائیل، چپگراهای اسرائیل شکست خوردن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که وقتی در سال 2005 اریل شارون نوار غزه رو داد، حتی راستگراها گفتن، خودشون حتی راستگراهای اسرائیل بودن، گفتن بیا ما این نوار غزه رو به اینا بدیم ببینیم چی میشه. ولی وقتی نوار غزه رو به فلسطینیا دادن و به جایی که جواب صلح بگیرن، از اونجا موشک پرتاب شد و اونجا شد خمسستان، اون شد پایگاه القاعده، پایگاه جمهوری اسلامی. وقتی این حالت در پیش اومد، مسلماً تمام اون چپگراها و اون راستگراها، همه چپگرا راستگرا شدن. به همون خاطر 80% آیا چنین شما جز شما واقعاً فکر میکنید چند درصد از مردم اسرائیل رو نمایندگی میکنید؟ انتخابات اولا من نمایندگی هیچ کسی نیستم به جز خودم. ببینم که چند درصد از مردم اسرائیل مثل شما فکر میکنن؟ بسیار، که از بین یهودیای اسرائیلی بسیار بسیار کم، میگم کمتر از 2%. ولی توضیحش اینه که طبیعت انسانی همینه که وقتی من مزایای بیشتری در دست دارم به عنوان والنتیر داوطلبانه مزایای بیشترم رو نمیخوام از دست بدم. متاسفانه بیشتر از یهودیای اسرائیل قیمت این مزایای بیشتر رو هنوز نمیفهمن و وقتی واقعیتش رو درک کنن من میترسم که دیگه دیر بشه. بسیار خیلی ممنونم. ببخشید آقای عمرانی، زمان مناسبی برای پایان بحث. به آخر برنامه این هفته پرگار میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه رانی عمرانی، بابک اسحاقی و مژگان نوعی. این برنامه روی وبسایت ما به آدرسی که روی صفحه ظاهر شده میتونه در دسترس شما باشه. اگر نظری دارید یا علاقه دارید در برنامه شرکت کنید، حتما از طریق همین آدرس برای ما ایمیل کنید. ضمناً تمام برنامه‌های ما روی صفحمون در فیسبوک آرشیو شده. همین بحث رو میتونید در اسرائیل، در ایران یا هر جای دیگه در فیسبوک ادامه بدید. شب و روز بر همه شما خوش.